السلام علیکم آقای حاجی میرزا. من میخواهم که با این سؤال من که تقدیرم وابسته است پاسخ گیرم. من خواهر اسلامی شما. زن میتواند که به سر منزل مادر رود و دعا کند یا دعای من مستجاب می شود؟ بله، دعای شما مستجاب می شود. بعضی از فقهای ما و شما اجازت دادن که زنها به سر گور روند، مقصد در زیارت ها اشتراک کنند، لیکن اکثری گوییم که عالمه های عصرهای آخر اتفاق بر این دارند که زنها سر گور نروند، یعنی زنها به منزل جاها و به قبرستان ها برای زیارت نروند گفتند. یعنی اکثر بر همه اتفاقند. و می خاطر خواهر عزیز، شما در حق مادر و پدر در زندگیشان خب خدمتشان کنین، دعاشان گیرین، از خانه هم دعا کنین، بس است و کفایت میکند. رفتن شما اونجا هیچ ضرورت ندارد. خب در قیامت با مادر واخوری هست؟ بله، در قیامت با مادر و با پدر و با برادر و به همه آن کسانی که هستند البته به البته واخوری هست. در عالم ارواح، در عالم برزخ گوییم که تا قیامت هم مؤمن ها یکدیگر را میبینند، مؤمن ها یکدیگر را میشناسند. و این خاطر در جنت هم ملاقات پدر و مادر با فرزندها هست. خب تعجیلی از مهمان ها از اسفر آمدن، یک گروه برادرها از اسفر آمدن که تعجیلا همین سوال ما را جواب گردانید. اینجا یک چند سوال دارن، خیلی تیز جوابشو میگین. خب خیلی عرض و سپایش و دعا و درودی که کردن نمیخوانیم خدا در عمر و جانشان برکات دهد و با صحت و سلامت به خاندانشان رساند. آیا شوهر میتواند که زنش را پیش از تابوت گذاشتن ببیند، یا اینکه او را دستمال کند، یا او را تابوتش را برداشته به قبرستان برد؟ بله دادر عزیز، شوهر میتواند که پیش از آن که زن در تابوت میگذارند روی زن نگاه کند. خب میتواند که تابوت او را برداشته به قبرستان برد، لیکن او را میساز کرده نمیتواند. دیگر او را دستمال کرده بعد گویم وفات اجازت نیست. حتی که خدا خیر دهد صاحبای کتاب چی در کتاب خلاصة الفتوا هم آمده است، در قبر هم شوهر گذاشتش نمیتواند. برای همین میتواند که مثال روی او را دیدن و تابوت او را برداشتن، جنازه او را خواندن، همه اینا برای او درست است. اگر شما خواهید زیادتر معلومات گیرین، کتاب جنازه در رد المحتار. خب دوم، برای آدم ناپاک برداشتن جنازه درست است یا نادرست؟ یک آدمی هست که ناپاک، مراد از ناپاک نمیدانم چی را در نظر داشته باشند، درست است یا نادرست؟ مقصد به طهارت باشد، یعنی طهارت فقط برای نماز است برادر عزیز و گرامی. برای برداشتن گوییم که تابوت یعنی به طهارت بودن هم باقی ندارد. یعنی کسی به طهارت هم که باشد تابوت برداشته و به قبرستان هم که برد گناهی ندارد، هیچ گناهگار نمیشود. اگر پای به طهارت بردارد خوب، لیکن طهارت نداشته باشد و بردارد گناهگار نمیشود. سیوم، جنازه را بردن در سر پیش باشد یا پای؟ البته قاعده سنتیش همین است که وقتی که جنازه ها را مرده ها را میارن باید سر پیش باشد. قاعده مسنون، قاعده سنتیش همین است که سر از پیش و البته چی پاها از جانب قفا. خب چهارم سوال، خودکشی را جنازهش درست است؟ درست است دادر عزیز. چی زن باشد چی مرد، وقتی که دست به خودکشی میزنن جنازهشان در نزد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درست گفتگی هستند. خب گویم خودکشی کردن او مبتلای گناه کبیره شده است، لیکن او کافر نشده است. پنجم، بعد جنازه به خانه مرددار آمده دعا کردن ضرور است یا ضرور نیست؟ من نمیدانم در جای شما اینم باشد که بعد خود ما میبریم مرده را در قبرستان میمانیم، باز گشته خانه مرددار میام دعا میکنیم، این در گناهگار میشین دادر عزیز. این را بدعت گفتن کتاب داد. برای همین این هیچ حاجت نیست، این چیزی نو است.
ولی این چیزی نو است برادر عزیز و گرامی، این را نو همین تا عملیش کرده استن، این هیچ حاجت نیست برای این. همون خانهش در دعا کردین، خب رفتین تعزیه را بیان کردین، سر قبر در رفتین دعا کردین، بس است. خانه او آمدن هیچ حاجت نیست دیگه. اگر نیایینم گناهگار نمیشوین، بگذار خانه دار ملال هم شود. در کتاب‌های را بدعت گفتن، بدعت مقصد مبتلا به بدعت گناهگار در پیش خدا میشه. برای این آمدنش هیچ ضرورت ندارد. باز می ترسم ولی همین مسئله را با یکی شما با چک چک زده و دیگه خیل نگینش. اگر گوین شما مرحمت و کتابا همش این چیزا بدعت میگوید. اگر حمد که اگر ناراضی باشی سخنی کتاب است، این سخنی یگان گویم که خود من یا از یگان جای بافته برای شما آمدگی نیست. اگر مبادای که شما ناراضی باشین و حجت داشته باشین، مرحمت به خدا الحال خیزین گوین که درست است، حجتت باشد ما تو را قبول داریم. اگر قدرت و غیرت نداری مکتوب در بنویس، مکتوب تا میخوانم در کدام کتاب تو همین دلیل دیده. من میدونم که ولی با بعضیان ناراضگی بیان میکنن که مقصد با آمدن خانه را گناه میگن. گناه از در کتاب میگدینه. شما میتونید که محمد عمر سربازی منبع العلوم شو ببینید، این در همون کتاب خوب بیان شدگی هست که آمدنش بدعت میگوید. حتی در محمود الفتاوا هم خب ملا خدای نظر این حضرت هم این اجازت نمیدهند. خب ولی همین آیسته آیسته ببینید من گمو پنجشنبگی و جمعگی و هفت سری سال همین مستحکم شدن که گرفت، بعد مشکل میشود از بین مردم همین را دور کردن. آدمایی هست که گویم که مرده را میگیری خود مثال یگان طرفی دورتر میبری، با از اوجا با گشته آمده و با از همینجا کیم که جای دیگر رفتن، همه این اسراف های، همه خراجات های، وقت گذراندن های، حاجت نیست دیگه برادر عزیز. خب ششم، جنازه غایب درست است؟ آخر نجاشی را جنازه غایب کردن کو؟ بله، نجاشی را پیغمبر خدا جنازه غایب خواندن، لیکن این از در رد المحتار ابن عابدین شامی میگوید که این خاصه پیغمبر خدا و این از خصوصیت های پیغمبر بود. برای این در نزد مذهب خودمان، مذهب احناف، خواندن نماز جنازه غایب درست نیست برادر عزیز، درست نیست خواندنش. خب هفتم، آدمی که از زنا آمدند و در راه ماشینشان چپه شد و مردند، آیا آنها رو جنازه کردن درست است؟ یعنی ببینید مثال برادر عزیز سوال کردن که مثال یک دو نفر بودن، سه نفر بودن، از زنا آمدن، در راه ماشینشان در صدمه زد یا چپه شد و گویم که خدا جانشان گرفت و یک حالت شرمندگی، مثال کجا آمدن؟ از زنا آمدن. همین حالت هم در اسلام جنازهشون درست است یا نه؟ گفتن دادر عزیز جنازهشون درست است. جنازه همین زیانکارهای، زیناکارهایی که در حالت زنا قرار دارند، اینها را در اسلام فاسق میگویند، کافر نه. مثل مبتلای به زنا را اگر حلال شمارد کافر است، لیکن اگر همچون گناه شماریده و رفته هم را مبتلا شود گناه کبیره است. اکنون انشاءالله من جمعه آینده اینجا یک برادر عزیز خیلی از ما خواهش کردن که درباره حرمت پدر و مادر چیزی گویم. من جمعه آینده درباره حرمت پدر و مادر صحبت دارم. جمعه آینده خدا خواهد درباره زنا من صحبت میکنم. مثلا زنا چیست برای شما روشن بیان میسازم. خیلی وعیدهای سخت نسبت زناست، ولیکن همین زناکارها را جنازهش درست گفتن در کتاب، گفتن اینا حکم فاسق دارند لیکن کافر نیستن اینا. خب هشتم، پای آدمی را بریدن، هر دو پایش را داملا، هر دو پایش را داملا بر اونها نماز کرد، درست است یا نه؟ نه درست نیست برادر عزیز. اگر هر کسی را که هر دو پایش هم بریده باشند، از سبب بیماری باشد، از حساب درد باشد، در پایهای او جنازه نیست. حتی اگر سرم خالی خودش تنها باشد اودم جنازه درست نیست. سر همراه پاها میشد درست میشد.
یا سر تماما نباشد و کلی بدن باشد، اینجا هم درست است. یا اگر همتا گوییم که از تار سر همتا 2 پاره باشد، در 2 پاره هم جنازه را درست گفتند. لیکن تنها در پای جنازه خواندن یا در سر تنها جنازه خواندن اجازت ندادند. شما همون پایهایی که بریده میشوند، دستهایی که بریده میشوند، اونها را برده در یگان قبرستان در یک گوشه اکش به لحد کندن یک کم ترک کنین، همونجا گورانینش، تمام دیگر قاعدش همون است. خب نهم، اگر امام نماز جنازه را به طهارت خواند، خب برده گور کردن، بعد 5 روز امام گفت که من طهارت نداشتم، چی باید کرد؟ یعنی نماز جنازه امام به طهارت خوانده است، بعد 5 روز با گویم امام خدا ترس بوده است، گفته است که من در همون حالت طهارت نداشتم، چیکار کردن در کار؟ اینجا در اکثر فقها دادر عزیز بر این رفتن که تا 3 روز اگر مرده که جنازش خوانده نشود یا همین حالت اگر به کسی رخ دهد، تا 3 روز در بالای قبرش جنازه خواندن درست است. از 3 روز زیاد دیگر جنازهش درست نمی شود گفتن. یا بعضی صاحبای کتاب گفتن اکثر گمانتان نگاه کنین که اکثر گمانتان اگر به صحت و سلامت ماندن مرده در قبر باشد بالاش جنازه خوانین، لیکن اگر گمان شما این باشد که وای پوسید و ویران شد دیگر جنازه را بالاش نخوانین، اکو حواله به خدا کنین، خدا مورد مغفرت قرارش دهد. این از قاعده در مسئله آمده داد. السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدای ذوالجلال به شما باد. خداوند فرزندهای شما را نیز مثل شما خادمی در دین گرداند. سوالها دارم، خواهش جواب گردانید. بین 2 عید یعنی امروزها توی درست است یا نادرست؟ یعنی امروز ماهایی را گوییم که عید رمضان گذشت، اکنون آینده باز چندم گفتستند، 8 دکبر گفتستند که عید قربان می آید. خب اکنون بین حاضر ما در بین 2 عید قرار داریم. همین 2 بین عید ده توی درست است یا نادرست؟ درست است برادر عزیز، بین 2 عید باکی ندارد. فقط در همون خدا دانا زیورات بهشتی بود یا کدام کتاب فقهی بود یا عجایب المهمات و خزائن العبادات گفتگی یک فتوا است، همون ده دیده بودم که اگر عید در روز جمعه آید، عید در روز جمعه آید، انا همونجا بین گویم که خطبه عید و بین خطبه جمعه نکاح نکنین گفته بدن. اینا که عید در روز جمعه آید ببینید 2 تا خطبه میشود، هم خطبه جمعه و هم خطبه عید خوانده میشود، بین همین 2 خطبه شما نکاح نکنین. همین هم شاید با مقصدی که وقت کم کرد به همین خاطر است و الا دیگر یگان ضرر زیان ندارد. وقت همینجا کمتر است، روز عید است، ممکن به همین خاطر باشد. و الا در این روزها برادر عزیز تویتان کردن بگیرید، تویاتان باکی ندارد، فقط تویهاتان اگر از فحش و فاحشگی خالی باشد در همه سال درست است، در همه وقت درست است. خب دویم داملا، من از خوجند بسیار مخلص سخت شما، باور کنید بسیار شما را از برای خدا دوست می‌دارم. مثل شما نیز واعظان حقیقتگو را خدا در خوجند عطا کند. بچه دارم 21 ساله، مخلص شما، در ساختار دولتی کار میکند، بسیار خوش اخلاق و خدا دوستدار. خواستم اگر دختری داشته باشی رضاگی دهی تا کلین کنم و در کلین خدمتگار باشم. نامم را نگفتم، بخشش و این چنین با شما روی بر روی شدن غیرت نکردم تا اینکه این مسئله را از شما پرسم، لیکن خواهش ضرور است که تا جوابش را بگیرم. نه دادر عزیز خدا خیرت دهد، من دختر دارم صنف 1 است، لیکن بچه کلان دارم، اینا دختر داشته باشی خیر دختر تا میگیریم خدا خواهو. بچه کلان هست لیکن دختر ندارم، دخترم 1 دختر دارم، 3 بچه دارم. خدا را شکر 1 بچمون قاهره میخواند، 1 بچمون خدا خواهد تا همین عید قربان حافظ کل قرآن میشود. دیگر فرزند من خدا را شکر خورترک است، خدا خواهد بچه کلان داریم، این اگر دختر داشته باشی میگیریم خدا خواهد، لیکن من دختر ندارم.
این برادر عزیز نو سوال را بیرون دادن در دست ما. خب سوم گفتن درباره یک کسی دیگر را غیبت کند چیزی گوید، زیرا امروز این در اوج است. علل خصوص اهل علم را غیبت میکند، در حفظ خدا باشید. برادر عزیز و گرامی، من دیروز بین عصر و شام همینجا حدیث خوانی داریم، کم بیش 10-15 دقیقه وقتایی که میابون. دیروز من اطراف همین غیبت همینجا یک بیانم کرده بودم، تا 15 دقیقه اطراف غیبت کردن. برادر عزیز و گرامی، و خیلی گوش زدم کردم برای آدم خدا ترس، برای آدمی که گوید من خدا را دوست می‌دارم، من باوری دارم همین قومی که در مسجد ما حضور دارند هر کدام تو را پرسن خدا را دوست می‌داری، قسم به بزرگیش همه شما میگین ما خدا را دوست می‌داریم، ما خدا را از جانماندم دوست می‌داریم، ما از پدر و مادر هم دیده خدا را دوست می‌داریم. لیکن دادر عزیز، الله در قرآن برای خدا دوستدارها، برای خدا ترسها بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله. ببینید پروردگار چیزی با بیان میکند. ولا یغتب بعضکم بعضا، الله سفارش میدهد ای کسانی که خدا را دوست می‌دارید، ای کسانی که ایمانی به خدا دارید، ای کسانی که از پروردگارتان می‌ترسید، سفارش الله بر شما این است یکدیگرتان غیبت نکنید. ولا یغتب بعضکم بعضا، یکدیگرتان غیبت نکنید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخی میتا. پروردگار گفت ای خدا دوستدارها، ای خدا ترسها، آیا دوست می‌دارید این که در پیش شما یک برادر عزیز شما را خدا جان شگیرد و جسد بیجانی او را در پیش تو گذارد و گوید که از گوشت این بخور، آیا خورده میتوانی؟ پروردگار گفت. بین پروردگار چی جوابی زیبا گفت؟ فکرهتموه، من طبیعت شما را میدانم ای بندگان من. شما برادر مسلمانی که مرده باشد اگر گویم که گوشت او را خورین، فکرهتموه، شما نمیخورین، شما را طبیعتان نمیکشد که گوشت او برادر مسلمان تا نخوری. واتقوا الله، پروردگار گفت مبادای امت باشد شما از خدا ترسین و اون برادر مسلمان تا غیبت میکنید. غیبت کردن برادر مسلمان دادرای عزیز معنای او را دارد که گوشت او را در روز قیامت در پیش تو میگذارند، میگوید این همان گوشت است که تو در دنیا از این گوشت خورده بودی. برادر به نامش قسم، به عزتش قسم، این سخن الله است که روز قیامت در پیش غیبت کنها انا همون جسدهای مرده را میگذارند، بخور از آن گوشتی که در دنیا تو را مورد آزار قرار داده بودی. برای همین حبیب خدا را گفتن افضل ترین مسلمان کدام مسلمان است؟ ببین حبیب خدا به چهره نگفتن، به ریش نگفتن، به سله نگفتن، به نماز جمعه خوانی نگفتن، به زکات دادن نگفتن، بلکه گفتن افضل ترین مسلمان همون مسلمان است که از زبان و دست او کسی آزار نیابد. برادر عزیز و گرامی، از دست و زبانت کسی آزار نیابد. آیا در غیبت یک برادر مسلمان از زبان تو آزار نمیابد؟ آزار میابد. وقتی شنود که فلانی ما را در فلان جا غیبت کرده است خیلی ناراحت میشود. علل خصوص اهل علم دادرای عزیز، شما از تنقید اهل علم دهنهاتون بندین. برادر عزیز و گرامی، به نام پروردگار اهل علم تنقید کردن معنای این دارد که شما به حبیب خدا سنگ میزنید، زیرا اهل علم این وارثان پیغمبرند، اینا وارثن، میدانین وارثان پیغمبرند، اینا میراث پیغمبر که علم بود و یک گرفتن به گوش شما رسانیده ایستاده. اینا را شما حق غیبت کردن ندارین، حق سنگ زدن ندارین. لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و صدورهم. حبیب خدا میگه شب معراج، شبی که من نزد پروردگار به دعوت خاصه الله رفته بودم، همراه من جبرائیل بود، لیکن نزد یک قوم گذشتم. اینا که حساب کنیم خیلی یک قوم کلان
پیغمبر خدا به پیش آن گذشت. حبیب خدا بیان دارد اون قوم چگونه قوم بود. لهم اظفار من نحاس. حبیب خدا گفت ناخن‌هایی داشتن که ناخن‌هاشون از آهن بود. چگونه که امروز همون کینه‌های وامپیر ببینید، کینه‌هایی که مثال در تلویزیون ها نمایش میدهد که خیلی شکل‌های ناخوب دارن، ناخن‌های دراز آهنی دارن، اما همین رنگ بندگان در شب معراج پیغمبر خدا گفتن من دیدم. قسم به بزرگی سخن پیغمبر است. این یگان گویم افسانه و یگان گویم حدیثی که ضعیف باشد نیست، با اسناد صحیح از پیغمبر خداست. حبیب خدا گفت انگشت هاشون، این همون ناخن هاشون دراز آهنی بود. ملائکه در پیش اونها بود، اونها را میگفت، امرشان میکرد با کندن شروع کنید، اونجا جایی نیست و فرمانی شود. اینها میگد همون ناخن های کلان خودقدی بعد کندن شروع میکردن. از کجا؟ وجوههم و صدورهم. اونها همین روی زیبا را میکندن، در زمین میپرتافتن. پیغمبر خدا گفت همین پیشهای بری زیباشونه با همین ناخن‌های آهنی میکندن. فقلت یا جبرائیل من هؤلائی. خیلی حبیب خدا میگه دهشت زده شدم، خیلی ناراحت شدم و گفتم ای جبرائیل اینها کیا هستند؟ اینها چه عمل داشتند؟ میگه جبرائیل در حال جواب گفتند هؤلائی یأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. اینا گفت حبیب خدا اینا دو خصلت خیلی ناخوب داشتند در دنیا. یکم خصلتشون همین بود که اگر یک برادرشون در غایب میدیدن و در پیشون نمیشد، در غیبت او سخن ورزیدن در گوش شروع میکردن، یعنی سخن گفتن میگرفتن، یعنی غیبت کردن یک برادر مسلمان در بسیار به سرعت بوده. دوم عمل بدی که اینها داشتن، یک برادری که گویم ریختن آبروی یک برادر مسلمان، ساده کرده گویم نه ریختن آبروی یک برادر مسلمان در کوشش میکنن که آبروی او را ریزانند. اما اینها گفت به همین خاطر چی هستند؟ مبتلای این عذاب و این دهشت هستند. دادر عزیز، شما مرده که خدای مهربان برای شما جسمهای قوی داده است، برای شما عقلهای خیلی پره و کامل داده است، برای شما خیلی قوه بزرگ خدا داده است. اکو ارزنده نیست که شما گویم این قوه و این بزرگی را در غیبت صرف کنید. جایز نیست برای شما نکنین. این عملی خوب نیست، آینده برای شما خیلی خطر دارد. دنیا هم که خطر دارد، وقتی اگر خبردار شوند او با هست که بعضی خبربرها و خبریارها هست میبرن میرسانند، با تو روبرو میشود، دل سیاه میشوین، جنگ میشوین، قهری میشوین و دیگر بدبختی ها از غیبت بالای شما آمدن میگیرن. برادر داملای محترم، اولا شما را خدا نگهبان باشد. بعد از اینکه از شما انتظارم که در همین جمعه با سوالهای من جواب گردانید. از بس که فرزندان آداب درست ندارند و فرزندان نام محمد گذاشتن، درست است یا نادرست؟ بله، امروز برادر عزیز و گرامی خیلی آداب فرزندها هم ناخوب شدن. فرزندها را ما و شما گوییم که کم توجه داریم، کم ما و شما یعنی اون بهبودی هایی که آینده از فرزندها میخواهیم که الحال حاضر گوییم اونها را باید که مورد تربیه خود، مورد با خدا شناس کردن که فرصت هست نمیکنیم. بله، آینده فرزندای ما و شما بی آداب میشوند، فرزندای ما و شما دیگر ماها را گوش نمیکنند، چه دخترهامان باشد چه بچه هامان باشد. هر یک چیز به خودش یک وقتی دارد، یک ساعتی دارد. چگونه ای که خدا رحمت کند حضرت سعدی بزرگوار میگفتند درختی که خردکک بود باغبان، بگرداند او را چو خواهد چنان، چو گردد کلان باز نتواندش که از کجی و خمی بگرداندش.
همه وقت البته گویم که خوردی زمانهای آوان کودکی زمانهای تربیه هست. ما باید که فرزندهامون تربیه کنیم. فرزندها این یک عطیه پروردگار هستند، اینا یک امانت در دست ما و شما هستند برادرای عزیز و گرامی، و باید در این امانت‌های پروردگار ما خیانت نکنیم. کوشش کنیم. روز به روز می‌بینیم که چقدر در زمان ما و شما، در این وقت‌های ما و شما که فسق و فساد هم روز به روز اوج می‌گیرد. تربیه کردن دخترها و بچه‌ها خیلی مشکلات‌های زیاد برای ما و شما می‌آورد. لیکن به هر حال هم باشد برادرای عزیز و گرامی، نسبت فرزندا توجه زیاد داشته باشین. خدا خواهد اگر شما توجه کنین، شما کوشش کنین، شما مهنت کنین، الله همراه شماست، برای شما قوت میبخشد که خدا خواهد فرزندای شما برای شما فرمان بردار میشوند. بله، فرزندی که نام محمد داشته باشد و فرزندی از خدا دور باشد، فرزندی عرق نوش باشد، فرزندی زیناکار باشد، فرزندی گویم که آدم کش و فرزندی دزد و دروغگو باشد، البته او ارزنده نام محمد را ندارد. لیکن این معنای او را ندارد که ماها نمیدانیم که آینده فرزند ما چی می شود. ماها را سپارش و سنت این است که تا 7 روزگی فرزندها را نامشان نگذاریم. بگذار ما از روی محبتی بر محمد نام فرزندمان محمد میمانیم، از روی محبتی بر محمد نام فرزندمان احمد میگذاریم، محمود میگذاریم. لیکن این از روی محبتی ماست. خداوند ما را عذاب نمیکند که تو این فرزندی ناخوبه که از تو باقی ماند و به نام محمد که این قدر گویم فسق و فساد برپا کرد و تو را نام محمد گذاشتی، اینجا پدر و مادر مسئولیت ندارند. برای همین شما انشاءالله در این نامهاتان گذاشتگیتان گناهگار نمیشوین، بلکه ثواب در پیشگاه خدا میگیرین. برای همین دادر عزیز و گرامی، نام محمد در اگر فرزندای ناخوب هم که باشد، این گویم یگان زیان و ضرر به نامگذار ندارد، زیرا ما چی میدانیم که آینده فرزند ما و شما چی میشود. لیکن به هر حال هم که باشد نسبت فرزندا توجه داشته باشین، بسیار کوشش کنین تا که فرزندای ما و شما بی جاگرد و بی راهگرد نشود که آینده ما از اونها دیگر یگان فایده گرفتن میتونیم. خب دوم، چهارشنبه آخرین خواندن نمازهای قضایی سالهای گذشته با جماعت. خب از نماز بامداد تا نماز خفتن درست است. مقصد برای نماز قضا را خواندن دادرای عزیز چهارشنبه و پنجشنبه شرط نیست. هر یک زمانی که شما می توانین نمازهای قضایی تانه، اگر چند نفرم که باشین جماعت نماز قضایی هم درست است. اگر همه تان یک نماز قضا کرده باشین، مثلا بامداد همگیتان بامداد، یا پیشین همگیتان پیشین با جماعت خوانین، در گویم که عباره های فقه حنفی آمده است که برای شما اجازت از درست است، لیکن برای مخصوص چهارشنبه و پنجشنبه روز ندارد. خب این مصرع شعری را با ما میفهماندید. آیا شاعر خطا نکرده است؟ اگر خواهی که راهی زندگی یابی، ز راه راست بیرون شو. اینجا در شاعر هم تا گفته است که خب اگر خواهی که راهی زندگی یابی، ز راه راست بیرون شو. مراد شاید که خدا رحمت کند، یعنی هیچ وقت آدم خب گویم میلیاردر و پولدار نمی شود تا وقتی که اگر چنگ به کار حرام نزند. یعنی ممکن هم تا باشد مرادش همین باشد که مثال وقتی که هست آدمایی که راه حلال هم خدا خیرشان دید با دولت شدن، با ثروت شدن، لیکن اکثریت آدمای با دولت که در همه زمان از راه حرام که به دولت بشدن، شاید حضرت محمود را بیان داشته باشد که مقصد خواهی که مثل فلانی تو هم پولدار شوی، مثل همو پایبند کار حرام شو، تو زندگی چی می شود؟ خوب می شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین سخن. من مخلص اشدی شما از ناحیه مؤمن آباد قشلا فیغیش. من ثبت های کسیتوی شما رو گوش میکنم و با آنها عمل میکنم
و به شما دو سؤال دارم. نیت نماز تهجد چگونه است؟ نیتش فرق ندارد برادر، همه نماز نیتش همین الله اکبر که گفتی، دیگر باقی مانده هر چی که میخوانی در پیشگاه خدا درست میشه. اگر چنده که یعنی لفظ با همین افضل گفتن، چگونه در عبارات مختصر میگذارد، یعنی قصد با همراهی لفظ افضل است گفتن. مثال نیت کردم بگذارم 2 رکعت نماز تهجد، خب روی آوردم به قبله به جهت کعبه خالصا لله تعالی الله اکبر، این هم می شود. خب تهجد 2 هم میخوانند، 4 هم میخوانند، تا 12 رکعت شما میتونین تهجد، یعنی نمازهایی که از ساعتهای 2-3 شب برادرایی که میخوانند که خیلی ثوابی کلانی دارد. یا اگر شما نیت هم که نکنین، هم تا الله اکبر گوین با دلتون همون نیت نماز تهجد است، پیشین است، جمعه است گذرانید، این هم درست میشود اگرچه به زبان هم نگویید. خب درباره نماز قصر کمی روشنی می انداختید. برادرها در مسکو دانشجو هستند، مخلص شما. خب نماز قصر را چگونه خوانم؟ با احترام و عذر زیاد. خب یعنی نماز قصر برای دانشجوی های شهر مسکو دیگر قصر نیست. هر کسی که از خانه نیت 15 روز بیرون شدن که کرد، مقصد چی هست؟ او دیگر حساب مسافر است، یعنی او آدم مقیمی می شود. یعنی وقتی در مسکو هم که رفت، نیت او از 15 روز که زیاد ایستادن باشد، راه در قصر خواندن میگیرد. مسکو در که رسید، دوشنبه در که رسید، مقصد چیز دیگر 2 رکعت نمازهای فرض خواندن میگیرد. 3 تا شام، 3 رکعت فرض شام، 3 رکعت فرض شام باقی میماند. دیگر هر یک 4 رکعتایی که از نمازهای فرض هستند، اونا را 2 رکعت شما خوانید. اگر مبادایی که شما 2 رکعت نخواندین و شما گوین خیلی خانه بچه مای، خانه دختر مای، خانه برادر مای و 4 تا خواندی، تو در پیشگاه خدا گناهگار میشوی. زیرا که آیت قرآن شما را دلالت بر این میکند که نابسته تو خانه خب بچه، خانه مثال دادرت است، خانه کسی نباشد، همه شرایط برای تو مهیا هم که باشد، حتی تو در راه رفتن ذره مانده هم که نباشی، باید نماز قصر خوانی. این فرمایش است. برای این کدام شما که رفتین در سفر، حتمی 4 رکعت فرض پیشین 2 رکعت خوانده شود. نگوین که نیت کردم بگذارم 2 رکعت فرض قصر پیشین، این قصر شرط نیست. فقط شما گوین نیت کردم بگذارم 2 رکعت فرض پیشین، بس قصر نگوین، قصر شرط نیست. خب در نمازهای سنتی در سفر شما اختیار دارین، رخصت است. اگر خوانین ثواب میگیرین، نخوانین هم گناهگار نمیشوید. لیکن در نماز 3 رکعت نماز ویتر و 2 رکعت سنت بامداد خواندنش لازم و ضرور است. 3 تا ویتر واجبه که میخوانیم و 2 تا سنت بامداد که پیغمبر خدا به نهایت تأکیدهای زیاد کردند. به این خاطر دیگر سنت های پیشین، سنت های گویم شام و خفتن در اختیار شماست. خواهین خوانین ثواب میگیرین، نخواندین هم در پیشگاه خدا شما گویم گناهگار نمیشوید. اولا السلام علیکم داملا با شما، بابای حاجی مرزا، مخلص شما. اولا خواهش دارم، خواهش یگانه من این است که شما از داخل کولاب و یگان جای دیگر نروید. اگر شما روید 70% مخلصانتان را دل شکسته میکنید. از آن جمله 1 تا 8 شخصا من خودم هستم. 1 سال پیش به دوشنبه سفر داشتم، از ماشین پایان شدم. در دوشنبه من فکر کردم که امروز پنجشنبه هست، ناگاه کسی گفت که امروز جمعه هست. از همانجا باز به مکانم نارسیده برگشته آمدم، ساعت 11:40 در مسجد شدم. باز روز دیگر از پای کارم شدم. ای خدا نگه دارد. انشاءالله موافق این اخلاص و محبتی که شما دارین پیشگاه خدا در ثواب میگیرین. در سکسیه زندگی دارم. بعد شب زنده داری می برای که پیش از آبازی کسی از فرزندانت خب
با کسی از فرزندانت ناپاک وا میخوری چی گناه میگیریم؟ گناهی ندارد برادر عزیز. اگر شما در حالت جنابت چی به فرزندهای خودتان چی به یار و رفیقتان، یا که اگر مبادا هم حالتهای شود که یگان یار و رفیقت از پیشت میبراید یا یک مهمان خانت میآید، تو 100% دست دراز کو، با او سلام کو، او را در آغوش بگیر، بیار در خانه شینان در حالت جنابت. این معنی را ندارد که حالت جنابت در دیدن یک برادر برای تو گناه باشد، سلام یک برادر به تو گناه باشد. این یگان گناهی ندارد برادر عزیز. خب برای همین شما می توانید او را حتی مهمانداری کنید، سراسیمه باشد، با همراهش نشینین، یگان پیاله چای هم که خورد یگان پیاله چای همراهش خورین، رفت بعد روین شما گویم که سر و بدن تان شویید. لیکن وقتش زیادتر باشد میرین از پای غسل تان میشین، آمده بعد با همراهیش نشستان کردن میگیرین. خب دوم سوال این که در روسیه یک مولا را سوال کردن که اینجا در من همین فقط بکوشین آمده است، من نمیدونم چه سراسی من نویسنده است این برادر، که یک داملا را پرسیدن که یگان آدم اگر کوشی او سومش بگیری خب یا خلاصه میانه روی کنی حلال است؟ همین گفته است. اون مولا جواب داده است که 100% حلال است گفته است. خب یا گفته است که اگر برای همین 2-3 ماه برای شهوت یک تسکین دادن اگر یگان زنه که روسه بگیری و بعد پیش آمدن مثال طلاق کنی، اینش هم درست است؟ گفته است خیلی درست است، باکی ندارد. خب پس همین ها را شما روشنی می انداختیم. برادر عزیز و گرامی، برای کشتن هر یک انسان در پیشگاه خدا شما مسئولیت دارید. هر یک انسان. در صحیح بخاری میگذارد که حضرت موسی علیه السلام وقتی روز قیامت ما امتان رسول، اگر یادتان باشد من در باب شفاعت این صحبت کرده بودم، وقتی پیش حضرت موسی میروند که ای موسی ما را شفاعت کن، حضرت موسی چی میگوید؟ میگن من در زمان پیش از پیغمبری خود یک انسان قتل کرده بودم، من در همون گناه خود در فکر هستم که آیا پروردگار ما را مورد عذاب قرار ندهد یا مورد راحت. به این خاطر من در فکر جان خودم هستم، شما نزد حضرت عیسی علیه السلام روید، من شما را شفاعت کرده نمیتونم. برای من دادر عزیز او فرق ندارد، او دین دارد، او بیدین است، کسی هست نیست. برای شما کشتن او گناه کبیره است و در پیشگاه خدا جواب میگویی. بله آدمای بیدین از زمان میکشتن که وقتی او یراق میگرفت علیه مسلمان مبارزه میبرد، مسلمان و همه پران مثال گویم جزای نک میگرفت، زیرا حمایه از جان خودش بکرد. لیکن او آدمی که پول داشته باشه و در خانه شفته نزد زن و فرزندش تو را قتل کنی پولش بگیری، او برای تو قطعا حرام است برادر عزیز. حتی شما اگر از یگان روس پول گرفته باشین و کارش نکرده باشین، خب همون پول در گردن شما باقی میماند. برای نادرست است برادر عزیز. لیکن زنی که در مسئله زن گرفتن اگر با همون کتاب انجیل باوری داشته باشد، شما نکاح کرده گیرین، درست است. درست است. مثال زنهای کتابی میگین، یعنی زنهایی که با کتابهای خدا باوری دارند، ممکن به تورات باوری دارد، به زبور باوری دارد، اونا را زنهای کتابی میگن، درست است. لیکن یک موعظه ما مخصوص برای همین بود. اگر یادتان باشد من گفته بودم که امروز زنهای تاجیک خودشان احتیاجی به شوهر دارند. امروز همین زنهای تاجیک گویم که شما زنی کنین، اینا همجنسی شما هستند، اینها طرز زندگی شما را میفهمند، اینا با شما انشاءالله انس میگیرند، اینش برای شما بهتر است. دادرای عزیز، السلام علیکم استاد حاجی میرزا. من یک خواهر اسلامی شما از ناحیه شهر نو، خوشبختانه حالا در کلاب زندگی دارم. خدا را شکر که از نزدیک میشنوم امر معروف هایتان را، زیرا من در همین محله هستم. امر معروف های شما را عائله ما همه گوش میکنن و همه شما را دوست میدارند.
خب خواهرم که شما رو بسیار دوست می داشت، می گفت کاش که دختر حاجی مرزا می بودم. در حقش دعا کنید که حالا طالب علم هست و در شهر ایران تحصیل دارد. آرزویم قاری شدن است. در حق دادرم دلاور نیز دعا کنید که حالا مشکلی سختی دارد که به سرش آورده است. خب از من خواهش کردم که نامه فرستم به شما، دعا کنید خدا مشکل‌هایشان را آسان گرداند. حضرت خدا شما را نگه دارد. خدای مهربان و خواهرم با مراد و مطلوبش که قاری شدن است خدا موفق کند و این دادر دلاور هم خداوند همه مشکلاتش با فضل و کرم خودش آسان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، خدا عمر شما را دراز کند که شما خدمت بسیار در راه اسلام کردید. من یکی از مخلصان شما میخواهم با این سوال من در همین جمعه جواب گردانید. مولا امام مسجدی جای ما که خدا خود را بسیار با علم و با سواد میگیرد، اما تماما نماز جمعه نمیخواند. میگوید که من بیمار هستم، لیکن او به دعاخانه، نکاح کنی و دیگر کارها میتواند که برود. داملای محترم گوید که انسان مسلمان تا چه درجه بیمار باشد که نماز جمعه از او ساقط می شود. خدا شما را نگه دارد. برادر عزیز، برای نماز جمعه آمدن بیماری همین است که اگر انسانی که قدرت راه گشتن ندارد، یا بیماری هست که گویم که توان نشست ندارد، یا بیماری هست که اندک پس او را تشنگی فرو میگیرد، یا گرسنگی او را غلبه میکند، یا درو فشار او بلند میشود یا پست میشود. یعنی بیماری هایی که البته از روی این چیزی که من بیان کردم شما درو انشاءالله حس میکنید که بیماری هایی که یعنی طاقت نماز خواندن ندارند، یعنی برای اینها نماز جمعه را خواندن چه هست؟ ساقط است. لیکن کسانی که پای دعاخانه دارند، پای نکاح روی دارند، لیکن جمعه را نمیخوانند، اینا در پیشگاه پروردگار گناهگار هستند. برادر عزیز، به خاطر نماز جمعه به ذمه چه داملا باشد و چه غیر داملا همگی در خواندنش فرض است. کسی توانایی و قدرت و شرایط جمعه دارد لیکن نمیخواند، پیشگاه پروردگار در او البته به البته مرتکب گناه کبیره می شود. گناه کبیره گناهی هست که پروردگار به گناه کبیره بنده را عذاب می دهد. برای این خاطر کسی که نابسته از کدام طایفه نباشد، پیشگاه خدا در برای نخواندن نماز جمعه گناهگار است. السلام علیکم داملا، خدا شما نگه دارد. شخصی که در پیری مسلمان شده است و امروز کودکان را از مسجد پیش کرده است که شما دیگر به مسجد نآیید. باز یک چند دشنامه های بی معنی دیگر هم کرده است که خود او در سن سال آنها حتی تا 50-60 سالگیش نماز نمیخواند. خب بالای این عرق نوشی و تکبری و ظالمی وظیفه او بود. حاضر باشد از شرم مردم باشد یا از پیری باشد که او به مسجد نمازخوانی می رود. می خواهیم که خودی او را از مسجد پیش کنیم. خیلی اختیار شما هست، مقصد پیشش میکنین، راهش میتین. اکو همه وقت صلحش بهتر است، همه وقت معامله بهتر است. لیکن برادرای عزیز و گرامی، علل خصوص گویم باباها و پدرای عزیز که خیلی گویم جای تأسف و جای گناهش هم هست که ماها از دست همو کودک گیریم و از مسجد پیش کرده و با او را با همو ریشی سفید و سله تاری سر اگر دشنام کنیم. حیف همو ریش و حیف همو سله و حیف همو سین سالی که تو داری، حیف بر او. وقتی که تو فرزندت از یک فرزند نابسته و فرزند کسی نباشد، او فرزند ما و شما است. ما حق از مسجد کسی را پیش کرده نداریم دادر عزیز، هیچ کس حق نداریم، نه به قانون شریعت نه به قانون دنیایی که امروز بالای ما و شما هست. حق نداریم برادر عزیز گویم که تو این مسجد نیا یا در این مسجد نماز نخوان یا رو مثال دیگر نی. ما هممون بچه‌هایی که خرد هستند دائم تاکیدمان همین است، حالت درس مکتب بچه‌م تو در مکتب باشی، درسکای مکتب تا خوب بخون. ما جانبدار بچه‌هایی که خوب و اعلا میخونند. لیکن بعد مکتب که قانون دولت اجازت داده است که جوانها آمده در مسجد نمازشان خوانند، قانون است، دین و تشکیلات های دینی قانون است که بعد مکتب حقوق دارد که آمده نمازش
خواه نماز، خواه مسجد می آید، خواه کلیسا می رود، خواه کجای می رود، او حقوق دارد. برای همین پدر عزیز و مهربان برای تو ارزنده نیست که تو را از دستش گرفته و از مسجد بیرون کنی. او غیرت داری و ایمان داری، اونا برای جایی که قماربازی هستن رو مثال جایی که فسق و فساد است، به نام خدا غیرت نداری، تو پات پیش نمی رود. تو یک آدمی بی غیرتی. تو ایمی مسجد 4 تا بچه که ساده را یافته کمی گمشهشون میگی بیچاره گرفته می روند، تو اینمی غیرت داری. تو در راه یک جوانی که اگر سیگارت کشیده باشد گفتش نمیتونی که بچه‌ام سیگارت نکش، یا یک دختری اگر سر گردن لوچ داشته باشه بگی رومال تا بپوشان، تو تا مردن تو غیرت نداری. لیکن این مسجد پیش کردن غیرت داری. برای وظیفت دادگیان، برای تو مسئول کردن که همین کارا بکن دنیا دماغ ترا نتا بالا میکنیم، نه که در قیامت روز صبح سیاه مرحمت کردم بگیم. برای همین برادر عزیز این کار نکنید، هیچ وقت نکنید. ما حق نداریم، نه حقوق دنیایی داریم، نه حقوق اخروی داریم. هیچ کدامش ما حق نداریم. بگذار آمد است، خب مقصد نماز مسجد رفت است، مکتبش خواند است، خیلی میل به مسجد کرده است، گناهی نه. مسلمان ایاخی اگه مسلمان هم مسجد می آید و مسلمان مسجد دوست می داره و مسلمان ملا را دوست می داره و خب مسلمان با فکر قیامت و گور داره و خیلی مسلمان ایاخی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. داملای شیرین گفتار و حقیقت گو حاجی میرزا، من یک مخلص دائمی شما از دهه نوآباد. خب از زبان شما شنیدم که عبدالرسول نام گرفتن جایز نیست، نادرست است. نام من عبدالرسول است. خواهش دارم که نامم را عوض کنم. خوب میشد در همین روز سید با همراهی قوم یعنی برادران اهل اسلام در حقم دعا کنید که نام من عبدالرسول نیو عبدالرحمن شود. خدا نگهبانت باشد. ایمالش بهترین نام، خدا این نام برای شما نصیب کند و شما را اصلا یعنی عبدالرحمن گرداند، یعنی یک بنده رحمان گرداند، خدمتگاری در راه رحمان گرداند. ولی عبدالرسول با مقصد نادرست گفته بودیم ما که یعنی هیچ وقت بنده رسول نمی شود، یا عبدالنبی بنده نبی هیچ وقت نمی شود. برای همین بهترین نامه ها عبدالله و عبدالرحمن و دیگر نامه هاست. ولی ما را در اطراف همین نامه ها در تمام مجله ها و روزنامه ها ببینین، فقط ایراده که از ما میگیرن همین است که حاجی میرزا نامه ها را تغییر داده است. اما مراد ما این بود که مردم از تیشه و ای تور و ای داستی و ای خاک و ای تمام مثال چیزا خلاص کنیم، نامه های خوب تان مانیم. مثلا شما را خدا در قرآن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم گفت. در بین 18,000 عالم یا از او بالاتر و کمتری که دارم صورت زیبا انسان داده. از همه نعمت بالا عقل است، انسان داده. برای همین انسان باید نام خوب داشته باشد. ما مراد ما این بود که شما را از همین نامه ها خلاص گردانیم و نامه های خوب در شما بود. و ببینید بچه ها خود چون کلان شده استن آیسته آیسته نامش معقول نیست، میرود نامش عوض میکنه. این در قانون دولت هم هست. از سن 18 سالگی کدام انسان را که نامش در خودش معقول نیست میرود عریضه میده نامش عوض میکنه. این قانون هم هست، در این قانون دولت هم هست. برای این پیش از آنه که فرزندان را ما سرگردان کنیم بر وقت ترک نام خوب شان مانیم، یگان گناهی ندارد برادر عزیز. محترم بابای حاجی، از شما احترامانه میپرسم با این بیت زیرین حضرت حافظ شیرازی روشنی اندازید. شرف مرد زجود است و کرامت ز سجود، هر که چون این هر دو ندارد بودنش به ز وجود. خیلی هر کلام است. اینا برادر ما محمد شریفی سرخون بود است. هست باز شرف مرد بجود است و کرامت به سجود، هر که این هر دو ندارد بودنش نیست عدمش بهزی وجود. اینم آمده است. به این خاطر معناش البته شرف مرد میگوید این است که اولا سجده